بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شام هر یک شمایان رو بخیر و شادی میگوییم. همیشگی برنامه طبی توصیه طبیبان است که طریق تلویزیون 7 ستاره پیشکش هر یک شمایان عزیز گردانیده می شود. خاطر رسانی میکنیم که برنامه با همکاری ریاست تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و اینچنین تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت روی کار می آید. ما در هر برنامه اوید یک نمود بیماری با اشتراک طبیبان ورزیده صحبت می کنیم و تا جایی که شمایان خود خوب می دانید مهمانان برنامه ما اوید علامت پیدایش و راه‌های درست معالجه این یا آن نمود بیماری برای ما و شما توصیه ها پیش می آورد. پس از چند لحظه باشد مهمانی برنامه و موضوعی برنامه را ما برایتان آشنا خواهیم کرد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. این نوبت ما در برنامه نفری را دعوت کرده ایم که اویدی گوییم زهرآلود شوی از دود انگشت برای ما و شما مصلحت و توصیه های خود را پیش خواهند آورد. محترم نیازوف انعام جان متخصص تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت تشریف آوردند و خب دکتر تشریفتان را خیر مقدم میگفتیم. و اینجا به تماشابینان عزیزی ما خود پوشیدنی است که ما در هر برنامه اوید یک نمودی بیماری صحبت میکنیم و ما این نوبت تصمیم گرفتیم یک موضوعی رو ماکس گوییم روانه کرده باشیم و گوییم انو زهرآلود شوی از دود انگشت خواه در سردی استفاده میکنن. در بیشتر خانه ها گوییم صندلی ها از تفلون ها هست که هم از چوب و هم از انگشت استفاده میکنن. خانه دود خارج میشود و ما باید خود رو از اون چگونه گوییم احتیاط کرده باشیم. السلام علیکم تماشابینان عزتمند. ما امروز سر اول در بیماری یعنی موسمی که بسیارتر حاضر در وقت زمستون عمل می‌کند این بیماری یعنی زهرآلود شوی انسان از دود انگشت است. برای همین برای سر اول برای زهرآلود نشدن باید ما در تابستان یعنی تیار دیدن به زمستان موافقت کردن خانه‌ای که زمستان همجا صندلی پیچکه یا چیزهای اسباب‌های گرم کننده که ما استفاده میبریم باید آماده نقض یعنی صفتاً خوشرو همه طرفه. اگر پیچکه باشد البته دود برایکای همون نوشه یعنی تازه. پیچکه‌های کهنه باشد و فرسوده شده باشد و جاهای ترقیچش باشد یا شکستگی باشد و البته مثال درست کده شنونده بعد به کارفرمودن لازم است. از بس که سراسیمه یا که نادیده ماندن یگان جاهای عنصر پیچکه یا خود صندلی یا برقی که ما گرم دیوه و همون وای میکنیم اگر شکستگی یا تروباهایی که کهنه بود 2 سال گذشته تازه نکردن باشد روز شده ایستاده آدم به زیانش میاد برای اینکه دود نبرآمدن بعد آدم زهرآلود میکند. خب اینجا دکتر چنانه که در آغاز گفتید آماده کردن خانه ها و گوییم نصب کردن تفتان و پیچکه ها یا خود صندلی اینجا چگونه باید آماده کرده باشد یا آماده کرده شده باشد خانه البته حاضر همه نو تیرزه های نو من مثلا پلاستیک میکنن یا من وای میکنن. خوب میشود که هر یک همون یعنی آینه مایده که شمال دروی که هوا تازه کنک داشته باشد. به ملال مثال کشاده همون قدر ها یعنی تماما روسنیو یک صفت فایز معین باید همون کشاده شود
وقتی که لازم میشد خیلی میکشوند، لیکن در وقتی زندگی کردن حیات بردن در همون خانه باید که همون کمک باید هوادار یک باشد. و خب اینجا من بسیار میخواستم دکتر اندیشه شما رو اویدی آن تو به بینندگان عزیز رسانیده باشیم. چه خیلی که ما گفتیم ظهورالودشوی از دودی انگیشت و اصلا وقتی که گوییم ما خانه های استقامتی خود را استفاده از این یا آن نمودی گرم کنک ها گرم میکنیم و باید استفاده آن همان گوییم چی انگیشت است، چی چوبه هایی که هست برای گرم کردن یا برای الانگ گرفتن استفاده میکنند، چی مادر و زن ها و چی خواهران عزیزی ما باید طرز استفاده برای اون چگونه باید باشد؟ طرز استفاده برای باید که انگیشت باشد. اگر انگیشت باید صفتاً بلند انگیشت باشد، انگیشت هایی که با کارخانه های یا با اون مثلا تشکیلات هایی که میگیرند و کار میفهمند سنگ انگیشت هایی که هست که و با اصولی روش خودی یعنی کتیل نمیگن یعنی تفسخانه ها کار میفهمند و کار فهمدن ممکن نیست در خارجی در اویله در برای اون که وای حاصل کنی گاز کربنش از این یعنی که انگشت سیاه خودمو جای داره بسیار خارجش بسیار خارجش یعنی ضررالشایش بسیار و کار فهمدنم قین بسیار تر کن شرایط بنگاه میکنن من گفته میگیرن لیکن نمیدونن که عاقبتش خوف ناک است. خب اینجا بسیار میخواستیم به بینندگان اندیشه شما رو رسانیده باشیم که اصلا باید نفری که به همان خانه‌ای که گوییم با صندلی و با تفتان ها و یا گوییم گرم کرده می شود استفاده از انگشت ها می کنند. هست آنجا یک معیاری که باید وقتی که ما آمدیم از کار آمدیم یا از بیرون به داخل گوییم خانه در آمدیم باید از چند تا چند ساعت باید نشستن معیار است؟ البته معیار آدمایی که کلان سال هستند بسیارتر آنها که مثال در نفقه هستند و خانه گرم که یک تا هست میشنن خوب میشد که مثال یک ساعت یک و نیم ساعت پس با یک برآمده ایستاده با هوای تازه گرفته ایستاده با خانه در آمده ایستاده نشان چون که اگر رفت و آمد گپ در سری که ظهورالودشوی رفت است اگر مباد و اگر همون گاز کربن که خارج شده باشه اگر نفهمن اگر کلان سالا همون وقت از بیرون که به درون میدرویند یک نفر دیگر یا یک نفر دیگر و خودش معلوم میشد که یعنی بوی خانه وزبین است یعنی هوای خانه ظهورالود است. برای همین لازم میشد که البته یک و نیم ساعت دو ساعت برآمده ایستاده یک تزیه کنن این نکن لیکن بچه‌ای که من یوش نکن بسیارتر کدام وقت ظهورالود میشد انسان کلانم یوش هم من اویله همون چند نفر که زندگی میکنن وقت بیگاه ساعت مثال 8 بیگاه سر خوراخوری میشنن اویله که همشون سال بعد از این تلویزیون تماشا میکنن همه خواننده که هست این ساعت تا 6 سحر است صبح بسیار ساعت که طول میکشد همین وقت خطر است. برای همینم حالا گفتیم که پیشه که وای شده ماندنی انا همون یک مقدار یک فویزی هوایی که تازه میدارد اینم یک یاردم میرساند برای ظهورالود نشدنی همون اویله یا همون انسان برای همین. و خب اینجا بسیار میخواستیم دانیم که پس چگونه حالت در ارگانیسم انسان گوییم به عمل میاد وقتی که یک نفر زیاده از یک ساعت یا 2 ساعت در خانه می نشیند گوییم انا همون گوییم خارج شدن گاز کربن رو گوییم حس نمی کند. وقتی که نفر دیگر از بیرون می آید اون نفر به طور زودی و تیزی میگویند که کمتر هوای داخلی حجره‌تان وزنین است یعنی گویا که بوی کومور است به اصطلاح عموم فهم گوییم. انا کن بعد از اون که نفر میشند و ظهورالود میشد نمیفهمد از صبح در دیگر آدمی که میدارد یعنی گوییم که یگان آدم دیگر درآمده وقتی که گپ میزنن خانه‌تان هواش وزبین بوی کومور
چخیل شدید شما اینجا گفته ایستاده و میکنن اهمیت تن که ریاکسی همون انسان اشتگی چخیل یعنی همون سوالا چخیل جواب داده است سوست می گوزنی سوست یا سب گرم بشره می یا نفهم داستی هم گفتاست می این یحکم نشانه هایی که ریاکسی سوست شدن برای که وقتی که همراه ششته از صندلی بیمار گاز گرفته سوده زهرآلود میشد بدن انسان و آسته سکین یعنی ارگانیسم ادپتیرت میشد یعنی که مطابق میشد و رفتی ششتن یا تلویزیون نگاه کرده ششتن خودش احساس نمیکند لیکن ارگانیسم علاقه زهرآلود شده سر کردگی برای انمی وقتی که یکسی از بیرون میاد رویدون میگود باید چوکر و آدم هم تو دید که همین خیلی شرایطش حالا این یک سبک شده زهرآلود شده برای همین داره بیرون برآورده تیرزوی شده هوای خانه تازه کرده حتما آن چی که در درونی صندلی دارد که مور علاو یا اهیزون چی که نباشد و یک گرفته استاده پرتفتن در کار یعنی که این نشانه همون چیزی که خردگی صفتاً پس چیز است یا هزیم یا مثال انگشتی که حالا گفتیم که انا همون صفتش پس که هست برای همین باید حتما استفاده بردن ممکن نیست برای که سخت با زهرآلود نشود و خب اینجا معلوم است که اولین کاری که نفری که به داخلی حجره داخل میشد وارد میشد و اون نفری که زیاد از 2 3 یا 4 ساعت نشسته است اولین کاری که میکند باید اهمیت دهد به حرکاتش به صحبتش وقتی که چون علاقه گفتید مشاهده کرد این یا اون عمده علامت رو مشاهده کرد گوییم اولین کاری که میکند در تیریزه ها رو باز کند یا اون نفر رو اولین کاری که میکنه اون نفر رو از اون خونه بیرون برارد البته اول خوب است که گرفته ایستاده سکن هوای تازه برارد بعد از اون که برآورده کرسی شینوند اندامونده سانی در آمده ایستاده در رو تیرزوی کشاده سانی بعد ایواز کنند و اینجا من بسیار میخواستم اندیشه شما دکتر اویدو اون فهمیده باشیم که اویا نشستن در آن همون گوییم صندلی هایی که نوبسته از اون چیزی که برای گرم کردن خانه ها استفاده میبریم اویا هست یک معیار اگر گوییم برای نفرانی که سالشون از 50 یا از 60 بالا است یا نفرانی که گوییم سالشون از 30 تا 50 ساله است یا نفرانی که از 30 ساله پایان تا گوییم 10 ساله و از 10 ساله پایان و اینچنین البته زنای حامله بسیار میخواستم اندیشه شما رو تا به بینندگان اویدی همین سوال رسانیده باشیم مرحمت خب انا کن گپ درباره اون میراد که اگر زهرآلود شوی باشد اگر این سن و سال وابستگی ندارد برای اون که این هوای خانه یعنی همون گازی که کربن حاصل میکنن این زهرآلود شوی برای همه تاثیر میکند لیکن تاثیر عجایبش همین که البته 25 ساله 20 ساله مثال 2 ساله اینو سبک میگذراند لیکن آدمایی که از چخیل که گفتید از 50 بالا 60 65 بعضی موسیقیدار یا کامپیرو هستند که ای میکنن و ها از بهتر میگذرونن البته خوب میشد که باز همین مسئله میایم که بعد از 2 ساعت باز یک بار برآمده هوای چه زدن کلان سالو البته خوب میشد که برآمده هوای تازه گرفته ایستاده با اونده ایستاده من خانه گرم به در آمدم برای که خواهیم نخواهیم خود طبیعت همین است که یاش میخیزد میدرد میبرد کلان سالو موسیقیدان البته کم حرکتتر کم میبرون کم در برو میکنم برای همینم سلکه که خطرش اضافه تر یعنی با یاش نگاه کردن لیکن از سبب اگر گوییم که به زبان طبی گوییم که اگر همین یعنی زهرآلود شوی باشد این زهرآلود شوی یا خیلی برای هم تمام سن سال یک گونه تاثیرات چون که تاثیرات البته و میانه و سبک و میانه و وزن میشد این زهرآلود شوی لیکن و تماما دیگر حالی بازمانه اگر و باشد گفته میگذاریم انا کن
عموما خود زهرآلود شدن این برای سن و سال یکان گرم مهم چون که یک 12 ساله که هست مثال همین گاز کربن گرفته نمیتواند یا که مثال 20 ساله که های 5 منوت یا 7 منوت همین صندلی اشته ایستاده اگر همین نفس گیرد اگر وای زهرآلودش سبک میشد خودش بحث میکند میبرد از وای و خب اینجا کدام بیماری هایی که نفری که گویم در آن خانه استقامت میکند در آن خانه گویم زندگی میکند توصیه نمیدهند طبیبان که استفاده کنند از آن همون اسباب هایی که با هیزم و با انگشت گویم خانه ها گرم کرده میشه او یا هستند نامگوی بیماری هایی که باید احتیاط شوند یا نشستن رو خیلی فرصتی کم در آن خانه گویم به طور زود با هوای تازه عوض کرده باشند بیماری هایی که بیماری های سردش نسته سودسته یعنی که آدمایی که دهولینشون هست فشار بلندی دارند نقصان های دیل مثال من این میرسد اریتمیا میشد باز بیماری هایی که یک جای هستن یعنی که آن آیله هایی که مثال بیماری دارن در خانه که و مثال نگاه میکنن نگاه میکنه دیگه خانه میرن براده نمیشن مثال من این سول شدگاه هستم یا مثال دیگر بیماری هایی که هستن که با توصیه دکتران میگن که مثال که از خانه برین نبرای یا همین حیات میبرد برای انمین آن خانه هایی که همین خیلی بیماری که مثال که راه نمیرفتگی یک جای بیماری دارن البته گفتیم همین خیلی با در وقتی 2 ساعت یا 3 ساعت هوای خانه تازه میکنن همون خانه هایی که ما گفتیم اسم که پیچکه دارن یعنی که پیچکه که مثال برای گرم کردن انگشت استفاده میبرن یا هیزم استفاده میبرن یا صندلی یعنی اگر بیماری وقتی که خنک میشود البته جمع میکنن یعنی صندلی و بیمار بیم بلال و آدم 1 ساعت 2 ساعت نخود مثلا سوتکه 2 سوتکه 5 سوتکه 10 سوتکه که خون میرن برای همین برای خوب میشد از خودی صندلی میارش مثال 40 سنت 50 سنت جوگه هم مثال جداتر انداختن در کار برای که یا پاچه گرم شود یا مثال یک طرفی حالانگی همون باید گرمی رسد البته صندلی و نزدیک البته 4 طرف داره صندلی انان خیر برای که حرکت کردن نکن طرفی آزاد به جا کردن و اون بیماری که یعنی که خورونده یعنی که همون بستری همون بیماری بستری گشته همین دیگر بیماری که مثال میبرانه نکن مثلا درباره اگر ضعیفا رو دیگر آن ضعیفایی که حامله دار هستند البته خوب میشد که آنها صندلی میشینن نمیشینن نه چون که اکن مثال این در دهات در قشلاق در ها البته اصول دیگر گرم کنه نیست و نیست البته میشینن آنها هم حرکت کنن که بسیارتر هوای تازه برون ایستاده با خودشان وای میکنیم هوای تازه گیرند و اینجا چنین من بسیار میخواستم اندیشه شما را باز اویدی یک سوال دیگری شنویده باشیم و در خانه که نوزادان هستند باید چگونه باشد رژیم نوزادان در گهواره هستند شاید طفل نو تولد شده 1 هفته است 20 روزه هست چون مادر که جوان است بسیار میخواهد که فرزندش خنک نخورد و در یک پهلوی صندلی خواب میکناند و بالای یک قسم پایانی البته پای طفل خود را با کوربه ها میپوشد تا اونی که از آن سردی ها گوییم خنک نخورده باشد چگونه است احتیاط کردن نوزادو احتیاط کردنش البته همون صندلی که هست البته صندلی موافقت یعنی موسیم به که برای ما یک گرم دهنده موقعی موقع هست علاکم انا همون انجام چهار کورپ چهار یا ادیالو باید همین صندلی رو میویستد
و یا گرم میکنن نه قدم است. البته حاضر من برام پیشتر که ایساب من این چیزای وای میگم که پامپرسو این خو که نبود پیشتر کلان سالا و یعنی کلوکچش بود میشستن و خوش میکردن با هم میکردن. انا میخوام پرتفته مونده ایستاده خود صندلی و خوش کرده ایستاده گرم ایستاده گوره اومده یا نشو صندلی کشوده ایستاده گرمی همون که تفت داده یعنی هم بچه همجا یورگل میکردن میبستن های اکن. البته هر یک کس میداند که اکن خود صندلی یا خود پیچکه یک حرارت معینی خانه دارد. این هم مثال تا 28 تا 30 درجه که میرد احتیاطش همین خیلی برای کودکای معده داشتگی و همین خیلی توصیه میدیم که خوب میشد که البته استفاده کنیم و اینجا ما در خاطر داریم که مادر کلان‌هایمون میگفتن که وقتی سری صندلی می‌نشینید حتما البته به مادرها میگفتن به نبیره‌ها به خواهران تاکید میکردن که باید در یک کنجی صندلی در بانک‌های گویم نه اونقدر گویم حجم کلان آب نگه دارید تا اونی که همونطوری که از انگشت خارج میشود آب به خود میگیرد. تا چه اندازه این اندیشه ها راست است؟ این تنها یک سخنی است که اساس ندارد. نه البته وقتی که صندلی آب میمونن یا وای میکنن یعنی مقداری که اگر گرمی میبرود و هوای میسوزاند یعنی اولجنیت میکنه. آب یعنی که کسلرود اولجنیت میکنه یعنی که نمنوکشه مثال وای میکنه. اگر این صندلی نمیموندن این حاضر توصیه میدادن پیشتر حاضر الکتریک پیچکا برآمدگی پیش الکتریک پیچکا البته برقی و البته و یکم ایدیش آب میموندگی برای همین که وقتی که وای برق بلند است یعنی 180 گرادوس 200 گرادوس برای که همین کسلرود میکشد یعنی برای کسلرود اومده استفاده اولنجنت میکنند برای همین بهتر کردنی یعنی خودی خونه یعنی که کم کردنی زهرالود کنی برقی آب میگذارند برای همین که برای بعضی اگر وای کنند که آب نمونده ایسشون برام دیگه باشه دیگه همیشه افسران در که خیس یگون نشانه است که مثلا من یک خونه علاوه برای مادر کدگی یا برای پدر کدگی همین خیلی برقی موندگی همونجا پیشش و حتما باید یگون چیز آب مونند که و برای ادابتیریت کردنی همون حالا سرکولیاسی هوا چون که هوا میرد و میسوزونه گرمی صد میتیاد آب یعنی نمناک میکنه زهره میگیرد قدر حلال بینیدگه هم آب کم میشد. یک سوت که موندگی مثال اگر 1 لیتر گویم اگر همون حساب بلند شوی خودی برق کدی که استفاده میبرند همون آب یعنی میخورد یعنی خوردن چه خیلی هوا میگیرد باز خودی که ظرف موندگیشون اگر بینید اگر داغ پیدا میکنه انا این از که همون این یاردم میکند. البته و اینجا من بسیار میخواستم دکتر در قسمت جنبستی باز یک سوال دیگری از شما پرسان شده باشیم و پس از آن البته توصیه و مصلحت‌های شما را تا به بینندگان عزیز خواهیم رسانید. و خب البته یک مثال می‌آوریم. یک مثال است این چون برمیخیزند یکی از اعضای عائله میگویند به خاندان خب سرم کمی چرخ زده ایستاده است دلم بی‌حضور شده ایستاده است و به قی کردن شروع میکنند. آیا این علامتی زهرالود شوی است یا این علامتی دیگر بیماری؟ البته در آن خانه گوییم با طرزی گرم کردن خانه رو استفاده میبرند از اون چیزهایی که ما گفته ایستاده ایم. البته پیش از اون که میخیزند سلامتی خود رو بحث میکنند درد سر دل بی‌حضوری قید کردن این خود البته نشانی زهرالود شوی بدن از دود یعنی که از زهرالودی گاز کربن اون استفاده میبرن یعنی انگشت یا که هیزم میکنن. البته این نشانه که البته زهرالود شده است بدن انسان یعنی که ارگانیسم انسان زهرالود شده است. البته با
همین چی گفتیم هوای تازه حتما و مراجعت کردن دکتر عائلوی. البته یعنی اولی درجه چی است دکتر؟ تو نزدیک گوییم رفتن دکتری عائلوی اعضای عائله اولین یاری چیکار باید کنند؟ با هوای تازه برآوردن پس چیکار کنند؟ دوم کاری که اجرا میکنند هوای تازه برآوردن دوم کار. اکنون حالتش میبینیم اگر سبک باشد یعنی سبک ما اونا کدام میتواند گام زده میتواند یعنی اوش رفتگی نه یا چیزی نه بیمه باشد البته هوای تازه من البته پیشتر یکون با اوچهای ما وای کردن قطیق اگر باشد اگر جرقات یعنی قطیق میخوردن وای کردن آب توصیه میکنیم ما کن البته برای نیم مزه نیم شیرینی مثال اگر آب چای البته خوران اگر برای وای کردن یا که قید نه برای که زهری که در ارگانیسم انسان های و هم یاردم میکنه برای پرتوخته وای کردن یا سبکتر باشه اگر که هزم نه اوگل اختیارونی های یعنی دوریم کمر سیاه اوگل اختیارونی 4-5 تا هم میخورن لکن این تا این اگر تا همین دوره تا همین درجه باشه اگر حاضر همه ما شرایط ما ناز ماشین هست به زودی به دکتر عائلوی یا که مثال یاری تجلی جهت نکار. تشکر جد و اینجا من بسیار میخواستم در فرجام توصیه های شما رو تا به بینندگان رسانیده باشیم چون فرصتی که ما در اختیار داشتیم به انجام میرسد. مرحمت. از تماشاگران خواهش کردم میشود از همشون که پیش از آماده کردن همان گرم دهنده ها یعنی اکنون بسیارتر ما درباره انگشتگر میزنیم چون که بسیارتر حاضر در همه جا صندلی هست برای همین دانستن خوب میشد که خودی صفتی یعنی کار میبرد دیگه انگشته دیدن فهمیدن یا خانه البته خوب میشد که پیش از صندلی و در آوردن یعنی بیریم به اگر آشتون بیریم باشد و کمره سرخ کده ایستاده گرفته یعنی که به اون چیزی که ما میدارد انداختنی میشد پیش از در آوردن آب میزند همون کمره که سرخ شدگی پیش از صندلی در آورده ایستاده ریختن باید حتما مانده ایستاده بعد از سرخ شدن کمره گرفته ایستاده بالاش با آب زده ایستاده و یک چند یه ذره نور کده بعد در آورده ایستاده به کدن استفاده بردن خیلی نظم میشه. دویمش البته گفتیم وای فورتوچکه که کشاده میمونن البته همون استفاده برن یک چیزایی که معده میکنن علاوه میکنن میگیرن باید که صفتش بلند باشد. بعضی هضمایی که میشد چندین سالها یعنی پول زدگی کراسکه کدگی و کراسکه دار هضم علاوه میکنن کراسکه دار یا که یک جاهای نمی منصور تگوی مول با استفاده بردگی هضمایی که میخرن کار میفهمون البته ما باید تفسیر نمیتیم برای اون که خودش کارکرد شده البته چند خصوصیت خودش گرمته گم کردگی برای همین چیزا احتیاج شدن در که همون هضمایی که در پول بودن و کراسکه بودن و در تگوی مول بودن و البته به قشلاقنده که هیان گروه میبن هم معده کدن گیر انداختن گیر میشد نیحالا که همه خود داره کنن. تشکر زیاد. و خب اینجا ما برای اشتراکتان دکتر عرضی سپاس میکنیم و باوری کامل داریم که این طول چند دقیقه‌ای که با شما بودیم توانستیم به بینندگان عزیز مصلحت و توصیه های شما را رسانیده باشیم. ما باید چگونه استفاده کنیم چی طرف باید یاری اولین درجه رسانیده باشیم. این البته تمام اندیشه های شما در روش برنامه گفته شد. برای اشتراکتان عرضی سپاس میکنیم. خب بینندگان عزیز اینجا ما رسیدیم به انجام برنامه باقی با امید تنصیحاتی و سالم هر یک شما تا برنامه‌های دیگر خیر و خوش میکنیم. خود را احتیاط کنید، هیچگاه بیمار نشوید. خیر.